گیاه گل سرخ با داشتن ترکیبات فعالی مثل فلاوونوئیدها و فنولیک اسیدهای در ترکیب خودش از آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد برای پوست جلوگیری میکنه و همچنین با داشتن ویتامین C بالای این گیاه باعث میشه که پوست روشن‌تر باشه و خاصیت ضد باکتری و ضد میکروبی داشته باشه. همچنین با داشتن اسیدهایی مثل لینولئیک اسید باعث میشه که آبرسانی پوست بیشتر انجام بشه و از همه مهمتر با داشتن خاصیت قابضی که داره این گیاه، وقتی که در محصولات آرایشی بهداشتی از اون استفاده میشه در کاهش چین و چروک پوست مؤثر هست و از این گیاه در این محصولات بسیار استفاده میشه.